به نام یاد اهورای پاک. درود بر شما نیکان. اول ببخشید من نفس میزنم توی یه دیوارم. اون سنگ رو امیدوارم ببینید توی کادر ویدیو. یه سنگی که عرض کردم هر موقع همچین سنگی خاص به صورت یه شاخص توی دامنه بیاد، یعنی دامنه کوه بیاد، شما دقیقات رو به صورت صاف سنگ باید بیایم بالا دنبال هدف. ببینید من دقیقاً در راستای خود سنگ یه پوزه اشارهگری داره به سمت چپ که میاد دقیقاً این زیر پا. آخر ویدیو بهتون نشون میدم میرسه به یک شاخص گذاری. یادتونه گفتم شاخص گذاری معکوس چیه؟ اشاره دیگرش میرسه به یک سری تخت سنگ و چیدمان که جوغن دقیقاً زیر سنگ خورده. هدف میشه توی تاق. ببینین این یه تاق، جای هدف رو ببینین. میبینین شکستگی رو کجا شکوندن، کارو باز کردن بدون کوچکترین حفاری، بدون اینکه کسی بخواد زحمت آنچنانی بکشه. سنگش دقیقاً اینجا بود، من پرت کردم پایین. گنج دفینه اون چیزی نیستش که ما فکر میکنیم باید حتما 30-40 متر براش بکنیم. آره برای تپه حفاری داره، برای کارهای حکومتی حفاری داره، ولی برای کارهایی که توی دیواره میاد، توی کوه میاد، حفاری تونل و چاه و غار و اینجور چیزا مطرح نیست. رمزگشایی مهمه، شما بدونی معنا و مفهوم اون چی میشه، کجا بهت آدرس میده، رد آدرس رو بگیری، رد زنی کنی تا برسی به هدف. کاری که من الان کردم. فیلمو متوقف نمی کنم، من باید اینجا رو رد بشم. متاسفانه خاک زیر پامه و این زیرم کلا دیواره است. چند لحظه صبر کنین تا خودمو برسونم به اون سکو، کامل رمزگشایی کنم براتون. ببخشید من با اجازهتون گوشیو میذارم تو جیبم. متاسفانه ویدیوی قبلی قطع شد. ببخشید نفسم چاق بشه. این همون سنگ ما اشاره میکنه به بالا، تو مسیر اشارهش میایم میرسیم اونجا. دقیقاً زیر اون صخره یه جوغن توی سقف. این شاخص گذاری معکوسه من، دقیقاً زیر پام. این اون هرمی که باید باشه توی موقعیت من. هرم پایین رو دیدین، این هرم بالا و دقیقاً کار کجا؟ زیر تاق. امیدوارم مطلب رو گرفته باشین. این پست همچو گذشته بماند به یادگار، شاید که رندی برگی از این باغ برچیند. موفق و کامروا باشید. بدرود.